گلچین هفته. سلام. 97مین برنامه گلچین هفته را به یادبود شادروان نورعلی برومند، موسیقیدان بزرگ ایران اختصاص دادیم و آثاری از او را که به لطف برادر گرامیش محمود علی برومند در اختیار برنامه گلچین هفته گذاشته شده برای شما پخش می‌کنیم. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که شادروان نورعلی برومند با آنکه به همه انواع موسیقی ایرانی آگاه بود و در نواختن سازهای مختلف تسلط داشت، هیچگاه نخواست که به عنوان نوازنده یا موسیقیدان حرفه‌ای مطرح شود و به همین سبب جز در محافل خیلی خصوصی و دوستانه دست به ساز نبرد و قطعاتی هم که در این برنامه میشنوید ضبط خانگی و خصوصی است. سال گذشته با غروب روز 30 دی ماه چراغ عمر دانشمندی هنرشناس و آموزگاری هنرمند خاموش شد. نورعلی برومند از کودکی با موسیقی آشنا شد و به آن انس گرفت. پدرش جواهرشناسی هنرمند بود که اگرچه سازی نمیزد به موسیقی عشق می‌ورزید و خانه‌اش محفل هنرمندان زمان بود و کسانی چون سما حضور استاد سنتور، درویش خان استاد تار، حسین خان اسماعیل زاده استاد کمانچه و سید حسین طاهرزاده استاد آواز در این کانون ذوق و هنر گرد می آمدند. نورعلی در 7 سالگی به نواختن ضرب آشنا شد و در این کار استعداد زیادی نشان داد. در 13 سالگی پدرش او را نزد درویش خان فرستاد و برومند که هوش سرشاری داشت 3 ساله ردیف اولیه درویش خان را فرا گرفت. شیوه تارنوازی برومند شیوه درویش بود. مضراب‌های راست برومند درخشان و شفاف و ریزش که در امتداد تک‌ها می آمد بسیار ملیح و پر و دلچسب بود. در 2 مورد ساز برومند با درویش متفاوت بود. یکی نیامدن صدای واهان که خلأ سکوت‌ها و فاصله ها را پر می کرد و در قدیم معمول بود، دیگر سرعت دست راست که در ساز درویش استثنایی بود. نورعلی برومند عقیده داشت که نوازنده تار باید با آرامش و نظم ساز بزند و سکون و سکوت مناسب هر جمله و قطعه را رعایت کند و خود در این کار مسلط و استاد بود. جمله پردازیش آنقدر محکم بود که نمیشد گفت که این جمله یا آن مضراب را میتوان برداشت. به قولی ساز برومند به زبان سعدی میمانست که سهل و ممتنع بود. به نمونه‌ای از ساز برومند گوش کنید.
شادروان روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران از نورعلی برومند بدین گونه یاد می کند: دوستی دارم بسیار بازوق که عاشق موسیقی ایرانی است و همواره اوقات خود را با اهل ساز و آواز و گل می گذراند. محفلی دارد گرم و بیریا و دلی پرشور و باغی با صفا که هنرمندان را به جانب خود می کشاند. هرگاه به خانه‌اش رفتم نوازندگانی بازوق و خوانندگانی خوش‌صوت دورش نشسته بودند، می‌زدند و می‌خواندند و سخن از گل و شعر و موسیقی می‌گفتند. نامش نورعلی برومند است که برای گرد آوردن اطلاعات لازم جهت نگارش این کتاب مرا کمک‌های بسیار نمود و با هر یک از اهل فن که با آنها شناسایی نداشتم آشنایم کرد. خالقی نحوه آشنایی خود را در 17 سالگی با نورعلی برومند که در آن موقع 18 سال داشته به تفصیل شرح داده می‌نویسد: نوری را برای تکمیل تحصیل به اروپا فرستادند. پدرش می‌گفت آنقدر به موسیقی علاقمند شده است که اگر تهران بماند از فکر درس باز می‌ایستد. باید به اروپا برود و رشته‌ای بیاموزد که به کار آتیه‌اش بیاید. وقتی برای خداحافظی رفتم اتومبیل حاضر بود. نورعلی اجازه گرفت ستار کوچکی با خود به اروپا ببرد که گاهی بنوازد. آن ستار را که روشنک می‌نامید در آستین کتش گذارد و حرکت کرد. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می‌رود. نورعلی برومند را برای تحصیل به آلمان فرستادند. برومند که در برلین در خانواده طبیبی آلمانی زندگی می‌کرد، کم کم به موسیقی اروپایی علاقمند شد. اغلب به دیدن کنسرت‌های مختلف می‌رفت و به آثار موزارت علاقه زیادی نشان می‌داد. 2 سال هم به تمرین پیانو پرداخت و پس از تحصیلات متوسطه در 22 سالگی به ایران بازگشت. در این هنگام دیگر استادش درویش خان درگذشته بود. برومند کار موسیقی ایرانی را نزد موسی معروفی از سر گرفت. موسی معروفی نوت‌نویسی را به نورعلی برومند یاد می‌داد، اما برومند همیشه معتقد بود که این علامت‌ها نمی‌تواند حالات خاص موسیقی ایرانی را بیان کند. موسیقی ایرانی البته همه می‌دانند و همه جا گفته شده که نوشتنی نیست. ما نمی‌توانیم موسیقی ایرانی خودمون رو به نوت در بیاریم و بنویسیم. دلیلش همین است که باری نورعلی برومند پس از 1 سال اقامت در ایران بار دیگر برای تحصیل به آلمان رفت و 6 سال دانشجوی رشته پزشکی بود. در این هنگام دچار بیماری چشم شد و به توصیه پزشکان
برای معالجه به سوئیس رفت و 2 سال در آنجا بستری شد. متاسفانه معالجه ثمری نداشت و برومند بینایی خود را از دست داد و به ایران بازگشت و جز 1 بار که به دعوت دانشگاه ایلینویز برای سخنرانی درباره موسیقی ایران به آمریکا رفت، دیگر از ایران خارج نشد. در اینجا مناسبت دارد 1 بیت شعر را که نورعلی برومند در وصف حال خود و فی‌البداهه در پاسخ یکی از دوستان که حالش را پرسیده بود گفته نقل کنیم: ما را ز دیده هیچ به جز اشک بهره نیست، وین بهره بس ز دیده که با آن توان گریست. باری برومند در بازگشت به ایران چندی به کار تدریس زبان آلمانی مشغول شد و در همین زمان به آموختن و نواختن سه‌تار پرداخت. شیوه سه‌تار نوازی برومند همان شیوه صبا یا بهتر بگوییم شیوه میرزا عبدالله و درویش خان بود. خود در این باره گفته است: در سه‌تار ناخن زدن را از صبا و ضربی ها را از فروتن آموختم. برومند با صبا دوست و بسیار نزدیک بود. زمانی که این دو در کودکی شاگرد درویش خان بودند، درویش آنها را 2 تا کوچولو نام گذاشته بود. نورعلی برومند می گفت: وقتی که درویش خان به صبا درس می داد و ما از بیرون اتاق گوش می کردیم، آنقدر صدای سازشان شبیه بود که ما نمی توانستیم بفهمیم کدام یک دارند ساز می زنند. نورعلی برومند هم به همین شیوه ساز می زد. به قسمتی از ماهور با سه‌تار نورعلی برومند گوش کنید.
که پیشتر گفتیم، نورعلی برومند اولین سازی که یاد گرفت تنبک بود. خودش حکایت می‌کرد: روزی در منزل پدرم میهمانی بود و مثل همیشه هنرمندانی جمع آمده بودند، از جمله عارف قزوینی. می‌خواستند که کسی با خواندن عارف ضرب بگیرد. پسر عمویم گفت: نوری بلد است. همه تعجب کردند. بالاخره ضرب کوچکی به دست نوری دادند و او هم با مهارت آهنگ عارف را همراهی کرد. عارف پس از خواندن دستهای کوچک او را در دست گرفت و بوسید و نوازشش کرد. همین عشق و علاقه به ضرب بعدها برومند را به فرا گرفتن ضربی‌ها و تصنیف‌ها کشید و گاه در مجالس خصوصی که فقط دوستان خانوادگیش حضور داشتند با ساز استادان ضرب می‌گرفت. نمونه ای از ضرب برومند را که با ویولون مختاری نواخته است گوش کنید. نورعلی برومند عقیده داشت که نوازنده تنبک نباید فقط به نواختن ریتم بپردازد، بلکه یک نوازنده خوب تنبک باید اصول موسیقی را که همان ردیف‌ها، پیش درآمدها، رنگ‌ها، تصنیف‌ها و ضربی‌هاست باید بداند و بتواند بخواند. به نمونه دیگری توجه کنید. در این نوار نورعلی برومند یک قطعه ضربی را با کمانچه اصغر بهاری می‌خواند و ضرب می‌گیرد. چون به ذوق خویش شانه می‌زنی، چون به ذوق خویش
خاطرم فراز خاطرم فراز کنده می کند یاد خاطرم فراز کنده می کند من به حال دل گریه می کنم من به حال دل گریه می کنم دل به حال من خنده می کنم خنده می کنم خنده می کند دل به حال من عزیزم خنده می کند وصف آفرینم دل می کند یار وصف آفرینم دل می کند
نورعلی برومند به تشویق مختاری نزد حبیب سماعی رفت و ردیف سنتور را فرا گرفت. شیوه سنتور نوازی برومند همان شیوه حبیب سماعی بود، با اینکه در اواخر عمر دیگر سنتور نمیزد و نابینایی این امکان را از او گرفته بود، اما به ردیف و تمام رموز سنتور آگاهی داشت و در تعلیم ردیف و رموز این ساز با دقت و حوصله تمام ظرافت و ریزکاری ها را به شاگردان می‌آموخت. از شاگردان بسیار خوب برومند میتوان از مجید کیانی نام برد که استاد مدتی مدید با او کار کرده است. برومند گاهی که شوق و ذوقی برای نواختن سنتور پیدا می‌کرد چند جمله‌ای می‌نواخت، ولی همیشه نگران بود که مضراب‌ها به جای خود روی سیم‌هایی که نمی‌دید اشتباهی فرود نیاید. به قطعه‌ای از سنتور نورعلی برومند که در این شرایط نواخته گوش کنید.
نورعلی برومند روحی کنجکاو و پژوهشگر و در تشخیص اصالت هنر استعدادی خاص داشت و از همین رو بود که دست به کار تهیه و تدوین ردیف موسیقی ایرانی زد. برومند می‌دید که پس از میرزا عبدالله و درویش خان ردیف‌های موجود دچار بی‌نظمی و آشفتگی شده و روایت‌ها مختلف است. پس از مشورت با چند تن از استادان دریافت تنها کسی که ردیف‌های میرزا عبدالله و درویش خان را محفوظ دارد اسماعیل قهرمانی که از شاگردان ممتاز میرزا عبدالله بوده است. پس از شکر به حمد خداوند، من بنده ناچیز اسماعیل قهرمانی در این تاریخ که روز 20 تیر ماه 1333 شمسی می باشد 75 سال زندگانی را طی کرده و امروز در یقین و گمانم ز عمر خویش، دانم که چند رفته ندانم که چند ماند. از اول جوانی به علم روحانی موسیقی ایرانی شوق فراوان داشته، در خدمت دو استاد بزرگ مرحوم میرزا عبدالله و مرحوم میرزا حسین قلی که دو نابغه عصر بودند به زانوی ادب و سعی بلیغ 7 دستگاه را که به ردیف معروف است از متن و حواشی با تار آموختم. شاگرد منحصر به من نبود، ولی بی خود ستایی همینقدر توانستم که اونچه از استاد شنیده بی کم و زیاد در حافظه ضبط و از قوه به فعل و از علم به عمل آورم. آقایان اهل فنی که درک محضر اساتید را کرده اند شاید گواه باشند که حقیقت است، ادعا نیست. در این 40 سال اخیر آرزو داشتم که اونچه از علم و عمل انباشته نگه داشتم به آموزگاری خوش‌ذوق و حافظه و مستعد به یادگار بسپارم میسر نبود، تا اینکه از طرفین سعادت یاری و جاذبه معنوی جذب کرده به محضر مغتنم سرور مکرم خودم آقای نورعلی خان برومند خونده شدم و هرچه از پیر استاد داشتم به ودیعه سپردم و در نظم و نثر موسیقی روایت ایشون را تصدیق می‌دانم و تصدیق دارم. هر که قبلا در آلات مختلف موسیقی نزد مرحوم غلام حسین خان درویش و مرحوم حبیب سماعی از تار و ستار و سنتور ضرب زحمت فراوان کشیده ماهر و کامل بودن، این بی مقدار نیست. هر آنچه داشتم در طبق اخلاص گذاشتم. و هرچه از پیر و استاد داشتم به ودیعه سپردم و در نظم و نثر موسیقی روایت ایشون را تصدیق می‌دانم و تصدیق دارم. هر که قبلا در آلات مختلف موسیقی نزد مرحوم غلام حسین خان درویش و مرحوم حبیب سماعی از تار و ستار و سنتور ضرب زحمت فراوان کشیده ماهر و کامل بودن، این بی مقدار نیست. هر آنچه داشتم در طبق اخلاص گذاشتم و می توانم عرض کنم امروز استادی جوان و در فنون موسیقی درختی برومندم. برومند بادون همایون درخت. نورعلی برومند سالها برای ضبط و تنظیم و تدوین این ردیف‌ها به روایت قهرمانی زحمت کشید و دوره کامل آن را به دعوت سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران با تار نواخت و ضبط کرد. این ردیف‌ها امروز دستمایه اصلی هنرمندانی است که به کار تعلیم و تعلم موسیقی ایرانی مشغولند و در واقع پس از درگذشت استاد نیز از او کسب فیض می‌کنند. نورعلی برومند در سال 1344 به دعوت دانشگاه تهران به تدریس موسیقی ایرانی در دانشکده هنرهای زیبا مشغول شد و رابطی شد میان استادان اوائل قرن 20 و جوانانی که عشق وافری به فرا گرفتن موسیقی نشان می‌دادند. به عبارت دیگر نورعلی برومند وسیله‌ای شد که هنر استادان و موسیقیدانانی چون حبیب سماعی، رکن‌الدین مختاری، سید حسین طاهرزاده، عبدالله دوامی، اسماعیل قهرمانی،
درویش خان، موسی معروفی، ابوالحسن صبا، فروتن، رضا روانبخش و ضیاء رسایی که برخی به طور مستقیم و بعضی غیر مستقیم بر نورعلی برومند تأثیر گذاشته بودند به نسل امروز منتقل شود. طی 12 سال تدریس برومند در دانشکده هنرهای زیبا، جوانانی چون دولتشاهی، کیانی، واثقی، تهرانی، زلفنون، مقدسی، حدادیان، لطفی، علیزاده و طلایی زیر نظر او فارغ تحصیل شدند و لیسانس گرفتند و بعضی از آنان پس از دوره دانشگاهی نیز کسب فیض از استاد را رها نکردند. نورعلی برومند گذشته از تدریس در دانشگاه، در اوائل تأسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی نیز به کار تعلیم و تربیت شاگردان همت گماشت و بعضی از شاگردان پر استعداد مثل محمد رضا لطفی را به طور خصوصی تعلیم می‌داد. نورعلی برومند علاوه بر گردآوری و تدریس ردیف سازی، ردیف آوازی را نیز از روی سبک طاهرزاده تنظیم و تدوین کرد و به شاگردان خود آموخت. از جمله شاگردانی که نزد استاد تعلیم آواز گرفتند باید از رضوی سروستانی و محمد رضا شجریان نام برد. به گوشه ای از درس و مشق شجریان در محضر استاد گوش کنید. خب این مایه یاران براتش تو نشستیم و زودش برای آمد براتش تو نشستیم و زودش برای آمد تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی بر آتش تو نشستیم و دودش بر آتش تو نشستیم و دودش تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی تا که دیده به خواب خمار باز نباشد یا تا که دیده به خواب خمار باز نباشد
ریاضت من شب تا سهر نخفته که داری یا به پای خویش در آیم عاشقان به کمر زد که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی تا اینجا تقریبا این ثابت ها تا اینجا خوبه. حالا یه پردم از اون چیز بگیم امروز باز یا اینه. ببین هر ستاش با هم که فرق داره. اون میگه یا بعد میگه من این صدای رفتن به کوی دوست ندادم یا نورعلی برومند به کار آموزش موسیقی ایرانی اعتقادی راسخ داشت و به سائقه همین اعتقاد بود که در آخرین سال حیات خود ریاست هیئت داوران آزمون باربد را به عهده گرفت. روز 2 بهمن سال گذشته گنجینه‌ای از ذوق و دانش موسیقی در میان درد و دریغ دوستدارانش در باغ ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
شنوندگان عزیز، در این ساعت گلچین هفته به پایان رسید.